سلام عليك سلام عليك سلام عليك محمد معظم سلام عليه سلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدمت برادران و خواهران نهایت گرامی و بینندگان سلسله برنامه‌های راه روشن، امروز برنامه‌ای که در رابطه به راه روشن آماده کردیم 6 فرمول زندگی بهتر از قرآن کریم هست. بدون شک همه آیات قرآن کریم در حقیقت فرمول و قاعده برای بهتر ساختن زندگی ما و زندگی ما و شما هست. او زندگی فکری باشه، زندگی روحی روانی، زندگی اجتماعی، زندگی اخلاقی، زندگی سیاسی و اقتصادی باشه. خلاصه برای همه ابعاد زندگی بشر قرآن کریم فرمول و قاعده دارد تا اینکه انسانها را به سوی یک خوشبختی کامل در دنیا و آخرت برساند. از این لحاظ الله رب العزت و الجلال برای ما و شما قرآن را برای هدایت و روشنایی فرستاده تا اینکه ما و شما از فرمول ها و قاعده هایی که قرآن کریم و حدیث نبوی برای ما و شما بیان کرده استفاده کرده و زندگی دنیا و آخرت خود را بسازیم. قبل از اینکه وارد بحث شویم، پیام تسلیت و غمشریکی خود را به همه ملت عزیز ما افغانستان به مناسبت سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان که همجوار ما و شما بغلان و تخار و بدخشان و سایر ولایت‌ها به ویژه ولایت بغلان که به وقوع پیوسته است. اولا برای خانواده شهدا، برای ملت رنج دیده ولایت بغلان، برای شهدایشان بهشت برین، برای زخمی‌هایشان شفای عاجل کامل و برای بازماندگانشان صبر جمیل را تمنا دارم. همچنان از سرمایه‌داران و خیرین کشور تمنا دارم که به ملت رنج دیده ولایت‌های سیل زده، کسانی که خسارات جانی و مالی دادن، به کمک آنها بشتابند تا اینکه شود یک کمی غم آنها را از آنها سبکتر ساخته و به ملت رنج دیده با آنها غم شریک باشند. موضوعی را که در این برنامه ما مورد بررسی قرار می دهیم 6 فرمول قرآنی برای زندگی بهتر در دنیا و آخرت است. از یک سوره قرآن کریم که کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم والعصر است می خواهیم که 6 فرمول زندگی بهتر از اینجا مورد بررسی قرار دهیم. اولین فرمول زندگی بهتر عبارت از مدیریت وقت یا مدیریت عمر انسان هست. الله رب العزت فرموده والعصر، قسم به زمان یا قسم به وقت است. هر انسان مسلمان همه برنامه‌هایش را تحت مدیریت قرار دهند. اگر انسان مسلمان یا جوانی که مدیریت زمان یا مدیریت وقت نداشته باشند، هیچگاه زندگیشان زندگی درست و زندگی لذت بخش نخواهد شد. ما مانند خواب و مانند بیداری، عبادت، ورزش، کار، تفکر و مطالعه برای همه آنها باید برنامه لازم
برنامه خوبی داشته باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روز قیامت یک از آن سوالهایی که از انسانها سوال کرده میشه از وقتشان است، از عمرشان هست. الله رب العزت میگه که ای جوان مسلمان، عمرت را به کجا سپری کردی؟ از این لحاظ ما برای عبادت خود وقت باید برنامه ریزی داشته باشیم، برای تفکر و تدبر و راز نیاز با الله خود وقت داشته باشیم، خدمت کردن برای پدر مادر وقت بگذاریم، برای مطالعه، کار و عمل وقت داشته باشیم. امروز یگانه مشکل اساسی ما و شما عدم مدیریت زمان هست، خصوصا نسل جوان و قشر تحصیل کرده و دانشجویان ما متعلمین ما وقت را ضایع سپری میکنن، مدیریت زمان یا مدیریت وقت ندارن. امروز ما برنامه های مختلفی که میبینیم نه به دنیای ما نفع میرسانه نه به آخرت ما نفع میرسانه. شب و روز عمر خود را ضایع سپری میکنیم. محصل ما، متعلم ما برای مطالعه کتبها برنامه ریزی ندارن. پدر گرامی ما برای فرزندانشان برنامه ندارن. وقتی که شب از تجارت و از دکانداری می رود برای فرزندش نمیگه که فرزند عزیزم امروز به کجا رفتی و چی کردی؟ آیا به پوهنتون و به مکتب رفتی یا نرفتی؟ آیا چی آموختی؟ باید برای خانواده ما، خصوصا برای پدرای عزیز خطاب میکنم که پدرای نهایت عزیز، برادران نهایت گرامی، برای فرزندان خود باید وقت بگذاریم، برنامه ریزی داشته باشیم تا اینکه شود که یک نسل آینده خوب برای جامعه تقدیم کرده باشیم. فرمول دومی که ما میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم که از آیه قرآن کریم هست، فرمولی برای زندگی بهتر جلوگیری از ضرر هاست. الله رب العزت فرموده که ان الانسان لفی خسر، انسان ها در زیان، در ضرر هستند. در تعقیب مدیریت زمان باید ما از ضررها جلوگیری کنیم. چی ضررها باعث می شود که ما به ما وارد می شود؟ یک دانشجوی ما، یک متعلم ما وقتی که مدیریت وقت نداشته باشد، برنامه درس نداشته باشد، مطالعه نداشته باشد، این در آینده چی ضررهایی را برای خود، برای جامعه متوجه جامعه می شود. مثلا اگر یک دانشجوی ما درس خوب نخواند، مثلا یک جوانی که در بخش تیم میخوانه، یک جوانی که در بخش انجینری و در بخش کامپیوتر ساینس میخوانه، اگر این جوان دکتر ما خوب مطالعه نکرده، خوب درس نخوانده، در آینده هم ضررش متوجه خودش است، هم ضررش متوجه جامعه و ملت کشور هست. اگر جوان ما خوب درس خوانده بود، خوب مطالعه و برنامه ریزی می داشت، این جوان عزیز ما این ملت را از این حالت، از این بدبختی بیرون می کرد. مثلا فکر کنیم که امروز ما و شما لک‌ها دلار را، میلیون‌ها افغانی را سرازیر می کنیم به جیب دیگرها، به جیب کشورهای همسایه. چرا؟ به خاطری که ما اگر دکتر متخصص می داشتیم که مریضای ما در سطح کشور، در داخل کشور تداوی می شدن، بیرون نمی رفتن. بیاین جوانای عزیز، متعلمین نهایت گرامی، درس درست بخوانیم، برنامه ریزی داشته باشیم تا اینکه از ضررهای مالی و جانی ما و شما جلوگیری بکنیم. انواع ضررهایی که متوجه ما میشه که باید ما به خاطر موفقیت خود از اونها جلوگیری کنیم و موفقیت دنیا و آخرت را کسب نماییم، اول از ضرر جانی و صحی است. باید از ضرر جانی و صحی ما جلوگیری کنیم. مثلا یک جوان عزیز ما سیگریت میکشد. بدان جوان عزیز، این سیگریت به صحت تو ضرر داره، به بدن تو ضرر داره، به جان تو ضرر داره، حتی ریه ها و شش های تو را ضرر میرسانه، به صحت تو کاملا ضرر میرسانه. از لحاظ شرعی، از لحاظ طبی اگر ما مورد مطالعه قرار بدهیم، مثل هیروئین و چرس و سیگریت، این چیزها به صحت انسان ضرر داره. یا مثلا پرخوری، یک انسان بسیار زیاد میخوره، شبم زیاد میخوره، واردش نداره، این در صحت برادر ما خیلی ضرر داره. از این لحاظ ما از ضرر جانی و صحی باید خود را جلوگیری کنیم. یا اینکه از ضرر روابط، دوم از ضرر روابط ما جلوگیری بکنیم که
مثلا رابطه خود را با پدر مادر مستحکم بسازیم، رابطه خود را با دوست و رفیق مستحکم بسازیم، رابطه خود را با جامعه و با مسلمان ها مستحکم بسازیم که رابطه ملت با نظام، رابطه نظام با ملت باید پدرانه باشه، مستحکم شود. از این لحاظ از ضررهای روابط هم ما جلوگیری کنیم، نشوه که همین ترحم و صله رحمی از میان ما برداشته شود. یک از ضررهای روابط که به ما وارد میشه از راه تعصب و قومگرایی و نشنالیسم و ملیگرایی هست. ما که امت محمد رسول الله هستیم، به یک کتاب ایمان داریم که الله رب العزت فرموده که انما المؤمنون اخوه یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این لحاظ روابط اجتماعی خود را حفظ بکنیم و روابط خود را از برادرهای مسلمان جدا نسازیم، صله رحمی داشته باشیم. سوم بخشی که ما از ضرر جلوگیری کنیم ضرر مالی هست. ضرر مالی هست، مثلا اسراف این ضرر مالی هست، تبذیر ضرر مالی هست. امروز تجاران ما، مثلا یک تجار ما به خاطر مصرف تویانه پسرش 40,000 دلار 20,000 دلار مصرف میکنه. اگر امیر کم بسازه و 10,000 دلارش برای یک بنیاد خیریه ایجاد بکنه و یک کتابخانه ایجاد کنه برای نسل آینده امت، برای دانشجویان متعلمین، تا اینکه اونها کسایی که توان خریدن کتاب را ندارن برن مطالعه بکنن. متاسفانه که تجارای ما چنین اندیشه و فکر را ندارن که برای نسل آینده امت یک برنامه داشته باشن. مثلا ضرر مالی انواعی داره که ما این مال خود را در راه الله مصرف کنیم، نه در راه حرام، مانند اسراف، مانند چیزهای حرام. و چهارمین اضراری که ما از جلوگیری کنیم ضرر فکری هست. باید از ضرر فکری جلوگیری کرد، یعنی فکرهای غیر اسلامی، اندیشه های غیر اسلامی باید ما جلوگیری کنیم. فکر مثبت، فکر جهانی داشته باشیم و تحرکات اسلامی داشته باشیم. در کنار فکر و اندیشه اسلامی، اندیشه تحرکات اسلامی هم داشته باشیم. برای هر قشر از جامعه باید ما فکر اسلامی، اندیشه اسلامی برشان بدهیم. همه شما آگاه هستین که امروز دشمنان اسلام، امروز متولیان جنگ فکری و مستشرقین و استعمارگران میخواهند که از راه جنگ فکری اندیشه مسلمان را خراب بسازه، اندیشه جوان مسلمان را به بیراهه به انحرافات بکشانه و فکرهای غیر اسلامی را در اندیشه جابجا بکنه. این مسئولیت ما دعوتگران، ما علما، ما اساتید، از ما مسلمان است که باید برای نسل آینده این امت فکرها و اندیشه های اسلامی باید بدهیم. یکی از اهداف جنگ فکری هم یا جنگ نرم همی است که اندیشه جوان مسلمان را آلوده بسازند، اندیشه های غیر اسلامی در جای اندیشه های اسلامی بیاندازند. پنجمین اضراری که ما از او باید جلوگیری کنیم از ضرر اجتماعی هست. ضرر اجتماعی باید جلوگیری کرد، مانند چی معنا؟ تعصب خودش یک ضرر اجتماعی هست، یعنی اجتماع را از هم میپاشه، اجتماع را از بین میبره. اما اخوت و برادری که در میان امت اسلامی هست از بین میبره. اولین چیزی که دشمن ابزار برای دشمن بود از راه تعصب امت اسلامی را پارچه پارچه و تکه تکه نمود، که خدا میدانین که الله رب العزت میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ جایگاهی برای اقوام و ملت ها وجود نداره مگر اینکه محور اساسیشان تقوا و پرهیزگاری و خدا ترسی هست. مثلا غیبت کردن هم یکی از چیزهایی است که ضرر اجتماعی داره، یا خیانت کردن به امانت و عدم وفا، اینها چیزهایی هستند که به اجتماع ما، به جامعه ما ضرر میرسانه. یعنی اجتماعی سالم را از هم میپاشه، یعنی اجتماعی که در اونجا محبت و صمیمیت وجود نمی داشته باشه. ششمین اضراری که ما از او باید جلوگیری کنیم ضرر معنوی هست. یک عالم، یک دعوتگر، یک استاد، یک مسلمان باید از ضررهای معنوی هم جلوگیری بکنه. باید ضررهای معنوی را ما دور بیاندازیم که به معنویت ما، به جایگاه علمی ما ضرر برسانه، به تقوا و عبادت ما ضرر برسانه. الله رب العزت می فرماید که ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز چیزی است که ما را از فحشا و منکرات باز می داره. گاهی می بینیم که یک انسان مسلمان نماز هم می خوانه، عبادت هم می کنه، بازم در کنارش
به اصطلاح غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه، به خاطر که ضررهای معنوی متوجه آنها هست. باید از اون جلوگیری کرد. هفتمین ضرری که باید ما از اون دور کنیم از ضرر ملی هست. ضرر ملی چه معنا داره؟ باید ما منابع کشور، زیربناهای کشور را، بیت المال ها را محافظت بکنیم، بدون موجب اونها را مصرف نسازیم. باید ضرر ملی هم جلوگیری کرد تا اینکه یک کشور سالم، آباد، امنیت داشته باشیم. هشتمین اضراری که باید از اون جلوگیری کرد ضرر جهانی هست. ضرر جهانی چه معنا؟ باید کشورهای اسلامی متحد شوند، زیر یک پرچم جمع شوند. قسمی که الله رب العزت و الجلال فرموده که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ای امت، شما به یک چیز جنگ بزنید که عبارت از قرآن و سنت هست. باید ما امت اسلامی مشت واحد شویم. امروز چیزی که برای ما خطرناک هست، امروز امت اسلامی به اصطلاح متفرق شدن. امروز یهود جرأت کرده، صهیونیست جرأت کرده که بالای ملت مظلوم غزه بم را مثل باران بریزانه. این جرأتشان از کجا هست؟ به خاطر که امت اسلامی اتفاق و وحدت ندارن، امت اسلام زیر یک پرچم جمع نشدن. از این لحاظ دشمن جرأت کرده که بالای کشورهای اسلامی، خصوصا بالای غزه، بالای اولین قبله مسلمان ها حمله کنه و امت اسلامی را تکه تکه بسازه. فرمول سومی که ما از سوره والعصر میگیریم عبارت از رسیدن به امنیت و آرامش کامل هست. فرمول سوم رسیدن به امنیت و آرامش کامل است. الله رب العزت فرموده که الا الذين آمنوا، کسانی که اهل ایمان هستند، کسانی که ایمان قوی دارن، باور یقین کامل دارن. انسان مؤمن با آرامش کامل به امنیت کامل میرسه. مثلا شما امروز ببینین کفار هیچگاه آرامش روحی و روانی ندارن. درست است که ثروت هم دارن، پول هم دارن، به اصطلاح قصرها هم دارن، بازم ببینین که آرامش روحی و روانی ندارن. حتی بعضی‌هاشون خودکشی میکنه، بعضی‌هاش قصد کردن که به مریخ برن زندگی داشته باشن، اما آرامش روحی ندارن. چرا ندارن؟ به خاطری که آنها با عالم آخرت ایمان و باور ندارن. از این لحاظ اینها آرامش ندارن. فکر میکنن که وقتی که ما مردیم بازی ثروت کجا میشه، این دنیای ما کجا میشه، به قصرهای بلند منزل کجا میشه. اینها هیچ آرامش روحی و روانی ندارن. امت اسلامی اگر در خانهشان نان خوردن هم نباشه، یک آرامش روحی و روانی دارن. چرا؟ اینها باور یقین به عالم آخرت دارن، باور یقین به جنت دارن، باور یقین به عالم برزخ دارن. این از این لحاظ یک آرامش روحی و روانی برای امت اسلامی هست. اگر کسانی که ایمان قوی، باور کامل، اعتقاد درست نداشته باشند، اونها بدانند که باز هم آرامش روحی و روانی ندارن. آرامش روحی و روانی بشر از جمله نیازهای اولیه و مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان محسوب می شود. انسان مسلمان در زیر سایه امنیت و آرامش استعدادها، خلاقیتها و تمدنها رشد و نمو می کند. اگر در یک سرزمین امنیت بوده باشه، آرامش بوده باشه، او را بدانید که او کشور خود به خود استعدادها، خلاقیتها، تمدنها از هر چیز بالا میره. در او کشوری که امنیت و آرامش نباشه، همه بدبختی در اونجا وجود می داشته باشه. ما سپاسگزاری الله رب العزت را داشته باشیم که الله رب العزت و الجلال برای ما چنین یک حکومت اسلامی را نصیب کرد که ما می توانیم پیاده و موتر تمام نقاط کشور را بگردیم، هیچ ضرر مالی و جانی متوجه ما نمیشه. چرا؟ به خاطری که ما امنیت کامل داریم، آرامش کامل داریم. شما میدانید که قبل از نظام امارت اسلامی افغانستان چه حالت بود؟ حتی ما از خانه خود هم برآمده نمیتوانستیم. انسانی که امنیت و آرامش کامل نداشته باشه، هیچگاه به رشد فکری و پیشرفت‌های مادی و معنوی نمی داشته باشد. از این لحاظ وقتی که ما سیرت و اصحاب و سیرت
تابعین را مطالعه میکنیم که اونها چرا پیشرفت کردن، تمدن اسلامی را به اوج خود رساندن، اونها امنیت و آرامش کامل داشتن، اونها ایمان قوی داشتن، اعتقاد و باور یقین داشتن که اینها به قله های از کامیابی، به جایگاه های بلند موفقیت رسیدن. فرمول چهارمی که به انجام دادن آن ما به موفقیت میرسیم، به یک زندگی بهتر میرسیم، او انجام دادن کارهای خوب و نیک است. الله رب العزت والجلال فرموده که الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسایی که کارهای نیک، کارهای شایسته را انجام میدهند. کارهای نیک اولین چیزی که برای ما، برای یک انسان مسلمان لازم و ضروری هست، نیکی کردن به خود انسان هست. ما باید اول خود را بسازیم، خود را اصلاح بسازیم، قلب خود را، تمام اعضای جواری خود را باید ما اصلاح بسازیم. قلب خود را از کینه و کدارت، از اندیشه های غیر اسلامی، از فکرهای غیر اسلامی باید ما اصلاح بسازیم. تا زمانی که یک دعوتگر، یک داعی خود را اصلاح نسازه، دعوت او برای جامعه، برای ملت تأثیرگذار نخواهد بود. الله رب العزت والجلال فرموده که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، ای اهل ایمان، اولین چیزی که به شما لازم است قوا انفسکم، نفس خود را نجات بدهین، نفس خود را اصلاح بسازین. الله رب العزت در آیه دیگه فرموده است که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، آیا دیگران را به نیکی ها امر میکنین و خودتان فراموش میکنین، در حالی که میدانین چقدر گناه بزرگ داره کسایی که خودشان دیگران را به نیکی و کارهای شایسته امر میکنه اما خودشان انجام نمیدهند. و دومین چیزی که برای یک انسان مسلمان لازم هست، نیکی کردن، خوبی کردن در قبال خانواده، پدر و مادر و دیگران هست. الله رب العزت فرموده که قوا انفسکم و اهلیکم، باید ما اهل خود را، خانواده خود را از انحرافات اخلاقی، از فساد اخلاقی، از رذایل اخلاقی باید نجات دهیم. یک پدر عزیز ما، یک مادر گرامی ما، یک مادر گرامی ما باید متوجه اولاد خود باشند، متوجه فرزندان خود باشند. وقتی که پدر عزیز ما بیگاه در خانه میره، از فرزندانش پرسان کنه که فرزند عزیزم آیا مکتب رفتی نرفتی، مدرسه رفتی نرفتی، پرسان بکنه که امروز چی کسب کرده، چی خوانده، چی آموخته. از این لحاظ باید پدران، برادران، خواهران، مادران متوجه خانوادهشان، متوجه اولاد و فرزندانشان باشند. سومین چیزی که برای ما ضرور هست، نیکی کردن در قبال جامعه و ملت هست. الله رب العزت والجلال فرموده است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، باید دیگران را ما به نیکی امر بکنیم، از خوبی ها به خوبی ها امر بکنیم و از منکرات اونها را باز بداریم. این مسئولیت یک مسلمان، یک جوان مسلمان، یک دعوتگر امت اسلامی هست. چهارمین نیکی در قبال طبیعت هست. حتی باید در قبال طبیعت ما نیکی داشته باشیم، بدون موجب به حیوانات ضرر نرسانیم، به جنگلات ضرر نرسانیم، به دشت‌ها و به درخت‌ها ضرر نرسانیم، یعنی مراعات محیط زیست داشته باشیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که بلندترین قله ایمان لا اله الا الله هست، اما پایین ترینش چه است؟ و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. یک مسلمان زمان ایمانش کامل شده میتونه که او باید از سر راه مسلمان ها چیزهایی که مضر جامعه هست، مضر برای انسان هاست باید بردارن، نه اینکه از خانه خود بکشه، به جو بیاندازه، به سرک ها بیاندازه، ضررش برای جامعه، برای ملت باشه. یعنی دین اسلام چنان دین نظافت، دین پاکی، دین محیط زندگی هست که اگر ما عملی بسازیم، عمل بکنیم به دین اسلام، از آموزه های قرآن، از آموزه های سنت نبوی صلی الله علیه و سلم، ما اگر خبر داشته باشیم، واقعا یک زندگی پر از محبت، صمیمیت، یک زندگی که کاملا زندگی مرفه می داشته باشیم. متاسفانه که اکثری ما از آموزه های قرآن خبر نداریم.
پنجم، اخلاص داشته باشیم به کارهای خود. مثلا نیکی برای خود، برای دیگران، در قبال پدر مادر، در قبال طبیعت باید اخلاص داشته باشیم. یک انسان در قبال کارهای نیک باید اخلاص داشته باشه. الله رب العزت و الجلال فرموده که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. هر کاری که میکنیم، عبادتی که میکنیم، باید دوی اخلاص داشته باشیم، خالص برای الله انجام بدهیم. انما الاعمال بالنیات، یعنی دار و مدار اعمال ما مربوط به نیت ما هست. باید نیت خود را خالص برای الله بسازیم، نه به خاطر ریا و نه به خاطر شهرت و چیز دیگر. پنجمین فرمول زندگی برای زندگی بهتر پیرو از حق و حقیقت هست. الله رب العزت فرموده که و تواصوا بالحق، توصیه به حق. ما اول باید حق را از باطل تشخیص بکنیم. اول حق را از باطل تشخیص بکنیم که کدام حق است، کدام باطل هست. باز گفتن سخن حق دومین چیزی که بالای ما ضرور هست، باید سخن حق را بگوییم، سخن باطل را ترک بکنیم. سوم، طرفدار از حق داشته باشیم. امروز جامعه را میبینیم بعضیا طرفدار از باطل میکنن به خاطری که قومشان است و خویشاوندانشان است و با او رابطه خویشاوندی داره، رابطه برادری داره، از حق میگذره به سوی باطل. چرا؟ به خاطری که اینجا خویشاوندی خراب میشه. باید ما طرفدار حق باشیم. وقتی که حق را شناختیم، سخن حق را بگوییم و طرف حق باشیم. ولو که برادر ما مجرم باشه، بگیم که این مجرم هست. او زمان است که یک جامعه سالم، یک جامعه که پر از اخوت و برادری ایجاد خواهد شد. چهارم، دعوت به حق داشته باشیم. پنجم، عدالت در میان خانواده، در میان جامعه داشته باشیم. این چیزایی است که ما را یک زندگی بهتر و یک زندگی که کاملا، یعنی در جامعه ما، در کشور ما، در وطن ما وجود داشته باشه. ما یک زندگی بهتر و یک زندگی پر از محبت می داشته باشیم. فرمول ششمی که از این سوره قرآن کریم گرفته میشه، صبر و توکل به خداوند متعال هست. ما چی کار کردیم؟ اولین چیزی که ما انجام دادیم، مدیریت زمان داشتیم. دوم، از ضررها جلوگیری کردیم. سوم، امنیت و آرامش و ایمان کامل داشتیم. چهارم، امر به اصلاح کارهای نیک دستور دادیم و پیروی حق و حقیقت هم بودیم. باز در آخر چی کار کنیم؟ توکل، صبر داشته باشیم. توکل به کی؟ به الله رب العزت و الجلال. الله رب العزت فرموده که و تواصوا بالصبر. و شما همه ایتون میدونین که انواع صبر چی رو میگه؟ صبر یعنی ایستادگی در برابر سختی ها و حوادث زندگی و از دست ندادن تاب و قرار هست. امروز همه ما و شما آگاه و خبر هستیم که ملت نجیب بغلان و بدخشان و تخار تا به اصطلاح سرازیر شدن سیلاب، اینها ضررهای جانی و مالی دیدن. باید چی کار بکنن؟ صبر بکنن، توکل بر الله بکنن. این از جانب الله رب العزت و الجلال هست. و دیگه مسئولیت ما در قبالش چی هست؟ باید ما کمک های مالی و معنوی داشته باشیم. کمک های مادی اگر داریم برسانیم، کمک های معنوی داشته باشیم، توصیه و صبر بکنیم اینها را. کسانی که توان تحمل و سختی ها و مشکلات را دارند بر خود مسلط هستند و تا از تعادل خارج نمی شوند. یگان انسان ها را می بینیم وقتی که ضرر و سختی ها و مشکلات سرش می آید، باز داد و فغان می زنند. اونها توان تحمل ندارند. انسان های موفق اگر ما طول تاریخ را مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، انسان هایی که در جایگاه بلند رفیع علمی معنوی رسیدن، اونها انواع مشکلات را تحمل کردند، سختی ها را تحمل کردند، در راه الله چنان حرکت کردند بدون وقفه، قله های بزرگ کوه ها را طی کردند تا اینکه به جایگاه علمی و جایگاه معنوی رسیدند. ما اگر زندگی انبیای را مطالعه بکنیم، زندگی علما و دعوتگرا را مطالعه بکنیم، پر از مشقت ها و رنج ها و تکالیف بیشمار داشتند، اما در برابر همه آنها صبر کردند. انسان های صابر زمان بروز یک مشکل به خوب می اندیشند و به موقع اقدام نموده و مشکل را حل می سازند. و این را بدانیم که نشانه های صابر چه هست. انسان صابر چه نشانه داره، چه علامه داره؟ اول، ناتوان نشدن.
هیچگاه در مقابل سختی ناتوان نمیشه، خود را ناتوان نشان نمیدهد. انسان با استقامت هست، با ثبات هست. قسمی که الله رب العزت فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انسان با ایمان، انسان خدا ترس، انسانی که در قلبش ایمان هست همیشه استقامت داره، در راه الله استقامت داره. انسان بی صبر انسان استقامت نداره. مثلا بعضی انسان ها را میبینیم چند شب روز خوب نماز میخونن، خوب عبادت میکنن، اما باز رها میکنن. اینها استقامت ندارن، نه استقامت عملی دارن، نه استقامت به اصطلاح اخلاقی دارن. دوم، بیتاب نکردن در مصیبت ها. یک از نشانه های صابر همی است که در برابر مصیبت ها بیتابی نمیکنه، بیقراری نمیکنه، جزفزه نمیکنه. سیوم، شکایت نکردن از الله هست. شکایت از الله رب العزت نمیکنه و تسلیم شدن در برابر حکم و قضا و قدر الهی. مثل که ما و شما امروز میبینیم که برادرای ما در بغلان و در بدخشان و در تخار در برابر سیلی که آمده اینا چی میکنن؟ شکایت نمیکنن، میگن که بله از جانب الله رب العزت و الجلال هست. اگر به اصطلاح ضررهای جانی دیدن میگه انا لله و انا الیه راجعون. اما بعضی انسان ها وقتی که برادرش وفات میکنه، بچه‌ش وفات میکنه، یگان مشکلات مالی برش میرسه، باز بسیار شکایت میکنه. بسیار شکایت هایی که حتی انسان از دایره اسلام بیرون میسازه. اگر ما زندگی نامه حضرت ایوب علیه السلام را مطالعه بکنیم، چه انسان صابر بودن. اگر ما زندگی نامه حضرت ابراهیم علیه السلام را مطالعه بکنیم، زندگی نامه سردار دو جهان محمد رسول الله را مطالعه بکنیم، چه انسانی بودن، چه سختی ها را تحمل کردن. از این لحاظ ما امت محمد رسول الله هستیم، باید در برابر همه سختی ها، همه مشکلات باید صابر باشیم. خلاصه ما در اینجا بحث امروزی خود را جمع‌بندی میکنیم که 6 فرمول قرآنی برای زندگی بهتر که در دنیا و آخرت زندگی ما را بهتر میسازه. اولش مدیریت وقت یا مدیریت عمر انسان هست که و الله رب العزت میفرماید که والعصر، قسم به زمان یا قسم به وقت. فرمول دوم برای زندگی بهتر جلوگیری از ضررها است که ما ضررها را مورد بررسی قرار دادیم که ان الانسان لفی خسر. فرمول سوم رسیدن به امنیت و آرامش کامل بود که الا الذين آمنوا. فرمول چهارم انجام دادن کارهای نیک و امر کردن به کارهای نیک بود و ایرم ما و شما خواندیم که و عامل الصالحات. فرمول پنجم پیروی از حق و حقیقت بود که الله رب العزت فرموده و تواصوا بالحق. فرمول ششم هم صبر و توکل به خداوند تبارک و تعالی در برابر همه مصائب، همه سختی ها، همه مشکلات بود. انشاءالله تا برنامه های آینده خدا حافظ و نگهبان شما باشه. انشاءالله این سلسله برنامه های ما جریان داره. انشاءالله هر روز هر هفته یک برنامه داریم. برنامه بیداری، اندیشه بیداری هست، راه روشن هست. الله رب العزت و الجلال برای همه ما و شما توفیق عنایت بفرماید که همیشه در راه روشن باشیم، راه ما همیشه روشن باشه. انشاءالله در روز قیامت در صحرای محشر هم راه ما روشن خواهد بود و به همراه در کنار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وارد بهشت خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و ما علینا الا البلاغ. سلام علیک، سلام علیک، سلام علیک محمد معظم، سلام علیه، سلام علیه.